برای نمایش تاثیر میدانهای مغناطیسی بر روی یکدیگر از این مدل استفاده می‌کنیم. در اینجا دو آهنربا وجود داره که روی محورهایی قرار گرفتن و به راحتی به چرخش در میان. همونطور که مشاهده می‌کنید هنگامی که من آهنربای اول رو به حرکت در میارم، متناسب با اون آهنربای دوم هم به حرکت در میاد. و هنگامی که آهنربای دوم رو به حرکت در میارم، میدان مغناطیسی که در اطراف این آهنربا هست و با به حرکت در آمدن آهنربا اون میدان هم به چرخش در میاد، تأثیر میگذاره روی میدان مغناطیسی آهنربای دوم و اون رو هم با عمل و عکس‌العملی که ایجاد میکنه به چرخش در میاره. و در اینجا ما دقیقا میتونیم به پدیده حرکت موتور کاملا پی ببریم. با وارد کردن آهنربای سوم میبینیم که این آهنربای سوم روی هر دو آهنربا تاثیر میگذاره و اونها رو به حرکت در میاره. از این مدل ساده کاملا مشاهده میکنیم که عملکرد یک موتور به چه شکل هست. به طور مثال این میدان مغناطیسی استاتور هست و این هم میدانی هستش که در اثر میدان مغناطیسی استاتور به وجود اومده در روتور. با حرکت در آمدن میدان استاتور، روتور هم به چرخش در میاد.